انسان دلمانده میشه از دنیا، میگه خدای جان رو بگی تا اینکه از همین دنیا خلاص شد. این خطا میکنه. نه، اگر همین مرد که آرزوی مرگ میکنه، میگه تا آرزوی مرگ کردن آدم اگر نیکوکار باشی، مسلمان باشی، شاید که همین نیکوکاری چی دوام دادن گیرم. خداوند آدم نیکوکار و صالح هم میخواد که در روی زمین بیسته. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید شایسته و لایق مرد مسلمان نیست از مال و ثروت دنیا چیزی داشته باشد که با آن وصیت کنند دو شب بخوابد جز اینکه باید وصیتش نوشته شود و در نزد خود نگه دارد. اصلا همین جای جوانمردی نیست. میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم مرد مسلمان است که همین یکی از خودش بمرد از خودش مال میراث داشته باشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه وقتی اینا داشتم دستش را شقیدن اینو برفتن، یعنی حساب و کتاب کلا همین تمام کردن، یعنی هیچی ندارن که حساب بکنن. و این خاطر بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت برای من مسلمان لایق نیست که از مال و ثروت دنیا چیزی داشته باشد که بعد از آن وصیت کند و وصیت کند که مرد مردم این مال مای خیر میره شغلان میره شغلان میره شغلان میره. همون پیش از مرگ تقسیم کته فرزندان ده اهل بیت ده همش تقسیم که خدا خالی کن از دنیا، چون بعد تو با مردم کشاکش نکنن. بعد مرگ حال نگاه که بسیار ترکات کشاکش میشود. همین هر یک پدر عاقل باید در زندگیش همچون هدیه اکن ترکه بعد مرگ میشود، لیکن هر چی که پدر با دست خود داد در زندگی او هدیه میشود. بنابراین لحاظ چیکار کنن؟ هر پدر عاقل به خاطر فرزندا بعد مرگ شدن در بچه فتنه و نزاع نشده چیکار کنن؟ همون دارایی خودش تقسیم کنن به فرزندان بده، خودش همچون یک اجاره نشین در خانه تا روز مرگ شد یک کنجک بشینن. همون یکی مرگ که آمد بگه بچه‌ها یعنی همه شای شما من بد رفتم دستش بشه فقط بله بهتر است که بعد مرگ دیگر چی نمیشه. ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ما حق امرئ مسلم له شیء یوصی فیه یبیت لیلتین الا ووصیته مکتوبة عنده. این حدیث در رابطه با میکرد است. رواه البخاری مسلم همین میامد است. در دیگر حدیث رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید که هیچ یکی از شما تمنا و آرزوی مرگ نکنید. برادر عزیز، آرزوی مرگ کردن هم چی؟ ممنوع است. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتمنين احدكم الموت اما محسنا فلعله ان يزداد خيرا واما مسيئا فلعله يستعتب. وهذا لفظ البخاري. وفي روايه مسلم بخاري لفظ بلاش امام مسلم در فجر لا يتمنين احدكم الموت ولا يدعو به من قبل ان ياتيه وانه اذا مات انقطع عمله وانه لا يزيد المؤمن عمره الا خيرا. پیغمبر گرامی قدر اسلام گفتند که هیچ یکی از شما تمنای آرزوی مرگ نکنید. زندگی اگر مشکل بیاید، در زندگی بدبختی هم که بیاید، خوبی و بدی و هر چیزی که بیاید، شما چی؟ هرگز آرزوی مرگ نکنید. نگوید که خدایا هر چند جان ما بگی خلاص شد همین دنیا. این آرزوی مرگ است. یک کسی یک فرزندش آزار میده، یک کسی یک مالش آزار میده، یک کسی یک آدم دیگه آزار میده، یک کسی در دنیا آزار میبینه. خلاص این بسیارتر آرزوی مرگ کردن از آزار میشود. دیگر انسان دلمانده میشه از دنیا، میگه خدای جان رو بگی تا اینکه از همین دنیا خلاص شد. این خطا میکنه. نه، با مجردی که بلا و مصیبت بالاتر آمد از خدا آرزوی مرگ نکنید. زیرا اگر نیکوکار است
ممکن است که نیکی هایش بیشتر گردد. اگر همین مرد که آرزوی مرگ میکند، میگه تا آرزوی مرگ کردن آدم اگر نیکوکار باشی، مسلمان باشی، شاید که همین نیکوکاری چی دوام دادن گیرم. خداوند آدم نیکوکار و صالح هم میخواد که در روی زمین بیسته، یا آدم نماز بخواند، کار خیری انجام بده، یک عمل خوب کنه، الله هم خودش میفاره که همین خیلی آدم در روی زمین بگردن، مرا عبادت کنن، خیرن، پوشن، راحت کنن. چون این زمین خدا برای بنده های صالحش یک بهترین نعمت. شما در روی دنیا بخورید، بپوشید، بنوشید، راحت کنید، عبادت کنید، بندگی بکنید، برای شما هست. مردم میخواد که بنده های نیکوکار باشد، نیکوکاری هاشون، خوبی هاشون، عبادتشون چی دوام یافتن بگیرد. و اگر گناهکار است ممکن است که توبه کند. اگر یک آدمی که گناه کرده است یا مصیبت معصیت انجام داده است، شاید که توبه کنه بعد گناهش، شاید توبه کنه. هیچ گناهی نیست برادرای عزیز که آدم وجدانش چی قرار خواب کند. آدم از وجدانش چی قرار خواب کند. الان ما پیشین خوندیم، من یک بچه اومد اگر دیده باشه خطی من قریب 1 ساعت زیاد گپ داد. کی والله من اومدم داد 1 ساعت زیاد گپ زد. اما مصیبت ابی گفتگی محمد صاحبش یا الله خیلی مصیبت است. این است العیاذ بالله. خدا پناه دهد. برادر با اپای خود زنا کرده است. برادر دادر با اپای خود. اپام دو کودک سه کودک دارد، بچه میزن با اپای خود. هر مشکلی ناقص عقل کرده. یکیش کارگرد است، بچه کارگرد است، دختر ناقص عقل است، یعنی 95-96 فایده است. لیکن اذیت قدر اذیت ندارد. اینا عقلشون میگیرن. کارگرد که باشه دوباره میدونی چقدر عاقل میشن بعدش. این مصیبت کلام از برادر است. همه از روی چی؟ از روی دور شدن از اخلاق حمیده مسلمانی، از اسلام، از نصیحت. یا مردم دور شدن است. اگر گناه کرد میگه شاید که از گناهش کرد توبه بکند. او گناه هست، گناه کرد، شاید که یک بار پیش روش بخفه بس توبه بکند. روز نزد رسول صلی الله علیه وسلم یک مرد آمد در حالتی که روحاش میکرد و سراش میزد و داد و فریاد میکرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نشسته بودن، همین روپروی پیغمبر گفت این محمد، این محمد، کجا است محمد، کی است محمد؟ گفته داد و فریاد کرده آمد. اصحاب کرام در اطراف رسول نشسته بودن، رنگ شما تعجب کردن این مرد چی دارد داد و فریاد میکنه. رسول اشاره کردن که ببینید چی میگه. وقتی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه او را پیشگیر کرد، گفت چی درد داری برادر خدر؟ گفت محمد کدامیته؟ گفتم اونجا ششتگی است. گفت رسول صلی الله علیه وسلم گفت من به شما کار ندارم، به ایشان کار دارم، برای شما کاری ندارم. رحم باز کنی. گفت پیش من میرم. رحش باز کردن. رسول صلی الله علیه وسلم رو پروی پیغمبر تا اومد راست ایستاد، دستاش پیش بر گرفت. مردی بدکار، او زمان پیغمبر مردهای بدکارش هم خوش ادب بودن. آمد دست پیش بر گرفت، راست ایستاد. گفت یا رسول الله جنایت عظیمی کردم، خانم سوخت، قیامتم تباه و ویران شد، هر چیزی داشتم از دست رفت. چی کار کنم؟ چی توصیه میتی برای من؟ چی نصیحت میتی برای من؟ من چیکار کردم در کار است که رضای خدا را به دست بیارم؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم زار و ناله این پسر بچه را دید که چی جنایت کردی؟ گفت که نمیتونم گپ زنم، دهنم پیش نمیره یا رسول الله. گفت گپ زن، من رحمت للعالمین هستم، الان تو گفتی من دعا میکنم خود گناه تا میبخشد. گفت نمیتونم یا رسول الله. گفت گناهی تو از بین است یا زمین؟ گفت گناهی من یا رسول الله. پیامبر باز پرسید گناهی تو از بین است یا آسمان؟ گفت گناهی من یا رسول الله، از آسمان از بین تر است.
تو وزمین است یا عرش خدا؟ گفت گناه من یا رسول الله. گفت گناه تو وزمین است یا اینکه زمین و آسمان؟ گفت گناه من. هر چیزی که رسول الله میگفت گناه من. گناه وزبین بود، خیلی گناهی کبیره. پیامبر صلی الله علیه و آله گفت اظهار کن چه گناه داری؟ گفت میترسم. چیکارت کنیم نباشم؟ گفت اندک مرا مهلت بده یا رسول الله، کمتر سکینه و آرامشی را چهره مبارک را تماشا کنم و وهم از دلم بروه، با تماشای چهره مبارک من میگم چیکار کردم. اندک مهلتش دادن. گفت ایها الشاب قل بگو، ای جوان بگو چیکار کردی؟